ماجرای نقش انگور روی ذریح امام علی چیه؟ حالا جواب این سوال 100 مدله. یکی میگه چون انگور تنها میوه‌ایه که دورریز نداره و از تمام بخشاش میشه استفاده کرد، از برگ گرفته تا خود درخت و میوهش همه قابل استفاده است، پس به این معنی که تفکرات حضرت علی در همه احوال برای بشر قابل استفاده است. بله. تعبیر دوم همونی که الان تو ذهن نقش بسته، شراب عرفانی و مست عاشقی حضرت علی شدن و این انگور هم نماده هم عشق. سومین نظر اینه که چون هندی‌ها این ذریح رو ساختن، از نماد انگور استفاده کردن. هندی‌ها یه اعتقادی دارن که خونه عالم رو به انگور مزین می‌نمایند. چهارمین نظر اینه که انگور معنی ساقی رو میده. حضرت علی هم که ساقی کوثر دیگه، میگن ذریح حضرت ابوالفضل هم گویا انگور داره به عنوان ساقی کربلا. کلا کلمه ساقی بد نیست، اینم بهتون بگم. پنجمین علتش اینه که وقتی نادرشاه مقداری شراب انگور داخل حرم حضرت علی برد، به سرکه تبدیل شد. نادرشاه یه بار دیگه این کارو کرد و گفت اگه این بارم سرکه بشه کل حرمو طلا میگیرم و دوباره این اتفاق افتاد. و این خوشه انگور به نیابت از همون اتفاق. حالا به نظرتون پیروان حضرت علی با انگور چیکار کردن؟